این ویدیو رو میگم بر اساس واقعیت ساختم، با هم ببینیم. تو خیلی خوشگلی ولی سمت من نیا، ازت میترسم. خانم محبی امروز هم دیر اومدی ها. سلام. فردا دیر بیای من رفتم. ای بابا این دوست شما هم که نیومد باز مثل هر روز. بابا برو کنار، سرویسم منتظرمه. من غلط کردم به تو غذا دادم. رفت. دخترم چی شده؟ مامان یه زنگ بزن به سرویسم، فکر کنم من دیروز سوار نشدم اینا رفتن که کلا با من قهر کرده. باش الان زنگ. دخترم مامان بیا بالا. الان زنگ زدم مدرسه‌تون گفتن دیروز تصادف کرده سرویس، همشون هم بیمارستانن. بیا دخترم بالا. تصادف کرد؟ آره دخترم. سوزد آواز غم دارد این ساز یه هیچ برگی بدون اجازه خداوند و بدون حکمت خداوند از درخت پایین نمیفته. همیشه هر اتفاقی براتون افتاد خدا رو سپاسگزاری کنید. خدای شکر.